بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. سلام خدا به همه منتظرانشون، به اهالی خوب یاد خدا. خیلی خوش آمدید. محضر سرور ارجمندمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای حیدری کاشانی هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام درود بی پایان خداوند رحمان نثار شما، نثار تمام مجاهدان رسانه‌ایمون، عزیزان دلمون که این برنامه رو جهانی میکنن و تمام محبان و دوستداران حضرت در افسانه‌ات جهان. امیدوارم مجلس و محفل ما مورد عنایات ویژه امام مسروی فدا واقع بشه. شما و ما و همه بینندگان عزیزمون باید مستحضر باشن هر جا واژه النعیم در قرآن آمد این تعویل شده به نبوت، ولایت، امامت. جنات نعیم اون بهشت پیامبران الهی و امامان معصوم، بهشتیه که مولامون امیرالمؤمنین حضور دارن، پیامبر مکرم اسلام حضور دارن، حضرت زهرا سلام الله علیها حضور دارن. جنت الحسین است، جنت الرضا است، جنت الزهرا است و جنت المهدی است. ما اگر می‌خوایم در شمار از سابقون قرار بگیریم و در شمار مقربان درگاه الهی از تمام اصحاب الیمین هم سبقت بگیریم، ما باید این فرمان رابطو رو اجرا بکنیم، دستمون رو به دست ولی خدا امام معصوم زمان بدیم. اون موقع به جنات نعیم که محل حضور پیامبران و امامان انشالله خواهیم رسید. ببینید در سوره قصص آیات 76 و 77 در حقیقت که دو آیه کلیدی هست به بحث قارون اشاره میکنه. نام قارون 4 مرتبه در قرآن مورد تاکید قرار گرفته. یکی از اون الگوسوزی های مستکبرانه است، یعنی داره طاغوت های اقتصادی رو معرفی میکنه و الگوسوزی میکنه و بعد هم میگه ببینید چه عاقبت هلاکت بار ذلیلانه ای داشت. یعنی میخواد بفرماید این عاقبت به شری ذلیلانه و حقیرانه که عاقبت میبینید نه دنیایی براشون نه آخرتی، در کمین و مرصاد تمام مفسدان اقتصادی در جامعه دینیه. اونهایی که ثروت عمومی جامعه دینی رو پایمال میکنن، ظالمانه به نفع خودشون برمیدارن، بقیه با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، یک جمعیت زیادی درصد بالایی، 1% کمی میشن زالو صفتان جامعه، قارون صفتان جامعه. وقتتون بخیر. ممنونم که یاد خدا رو انتخاب فرمودید و افتخار داریم که مردم خوبی مثل شما بیننده ما هستن. فرمودید امام باقر علیه السلام فرمودن رابط الامام المنتظر، رابطو امامکم المنتظر، با امام غائبتون ارتباط برقرار کنید. این دستور قرآنه، از ما خواستن. اگه نکنیم گرفتاری هایی که داریم میبینیم برامون پیش میاد. در حقیقت دستور و فرمان خداوند رحمان به سلوک مهدوی است که سلوک شما الی الله یک سلوک مهدوی باشه، یعنی در معیت امام، در اطاعت امام، در پیروی و همراهی امامتون باشه. هیچ عاملی باعث نشه که ارتباط شما با ساحت امام معصوم زمانتون حضرت بقیت الله الاعظم روح فدا قطع بشه. خب ببینید وقتی که انسان میخواد قیام الله بکنه، مسافر الله بشه، مهاجر الله بشه، در حقیقت میخواد عبد صالح خدا بشه، تمام دستگاه ابلیس، شیاطین جن و انس رو بسیج میکنه تا رهزنی بکنه دیگه. در حقیقت گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. روز اول که شمشیر رو از رو بس علیه ما آدمیان و فرزندان آدم، گفت بر سر صراط مستقیم تو به کمین می نشینم. پناه بر خدا. صراط مستقیم هر جا در قرآن ذکر شد صراط نبوت، ولایت، امامت و مهدویت از ولا غیر. یعنی تمام هم و غم شیطان، دستگاه ابلیس و شیاطین جنی و انسی برای کسانیه که میخوان از بردگی شیطان خارج بشن و به بندگی خداوند رحمان در صراط مستقیم برسن. گفت به کمین می نشینم، نه گفت به کمین می ایستم.
یعنی کنایه از این که استتار داره، پنهانی کارشون، دیده نمیشه، لمس نمیشه. گاهی در این مستندهای حیات وحش اگه دقت بکنید میبینید یه شیر درنده‌ای ساعتها به کمین یک آهوی خوشخرامی مینشینه. گاهی حوصله انسان در تماشای مستند سر میگیره، پس چرا حمله نمیکنه؟ خب اون میخواد در حقیقت وقتی حمله بکنه که این شکارش به نهایت درجه غفلت رسیده باشه و این با اختفا و پنهانکاریش و این صبرش او رو به نهایت که شرایط امن و امانه، وقتی حمله بکنه قشنگ بتونه شکار رو تار و مار بکنه. خب دستگاه شیطان هم همینطوره، لعقودن لهم صراطک المستقیم، در اطراف صراط مستقیم که صراط نبوت، ولایت، امامت و مهدوی به کمین نشست. امام صادق علیه السلام میفهمن گویا میبینم که ابلیس و شیاطین عالم هدفی ندارن جز شکار محبان و شیعیان ما، یعنی اونهایی که میخوان رهرو راه صراط مستقیم، صراط ولایت باشن. گویا بقیه رو دیگه گفتن اینا خودشون در قل و زنجیر هستن، قل و زنجیر بردگی شیطان، خاطرشون جمعه. اما اینایی که میخوان بیان رهرو راه صراط مستقیم بشن، از یه منظر دیگه نگاه بکنیم، ما انقدر ارزشمند شدیم جناب سید رفیعی عزیز، انقدر ارزشمند شدیم در عالم به خاطر این محبتمون و ولایتمون نسبت به پیامبران و امامان که میخواییم ولایت پذیر باشیم، در شمار محبان و اولیاء اونها باشیم، که تمام آرایش نیروهای شیطانی عالم در مقابل نیروهای رحمانی سر همین محبت ما و ولایت ماست. دیگه جنگ دیگری توی عالم نیست. یعنی شیاطین، ایادی شیطان، مستکبران عالم، فرعونهای عالم میگن بقیه رعیت ما، نوکر ما. یه بار فرعون میگه انا ربکم الاعلی، من خدای عالی اعلی، این داره میگه من کد خدای شما. اون میگه من خدای شما، میگه من کد خدای شما. خب مردم هم اونایی که پذیرفتن دیگه اینا دعوایی ندارن، اینا برده شیطانن، برده نماینده ارشد شیطان توی جامعه انسانی هستن. دعوا سر چه کسانیه؟ دعوا سر اون کسانیه که یک عهد ایمانی، عرفانی، آسمانی، قرآنی با خداوند رحمان دارن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اینها، این داره میگه من خدای شما، من کد خدای شما، این میذارن توی دهنش میگن غلط کردی، فقط من ربنا الله، ربنا الله، پروردگار ما، پرورش دهنده ما، همه کاره ما، فرمان روای ما، الله جل جلاله. استقامت ایمانی نشون میدن. تتنزل علیهم الملائکه، خداوند ملائکه رحمتشو نازل میکنه، به اینها ثبات قدم میده، به اینها آرامش میده، به اینها سکینت نفس میده، رشد و تعالی میده و راه رو نشون میده. ببینید در حقیقت تمام دعوا اینه توی عالم که ربط مردم عالم با ساحت ولی الله الاعظم برقرار نشه. یعنی ابلیس تمام جنود و شیاطینش رو بسیج میکنه که این ربط برقرار نشه و اگر برقرار شده تقویت نشه، حفاظت نشه، حراست نشه، مرزبانی نشه، استمرار پیدا نکنه، ربط دوباره قطع بشه. خب یه بار در چهره طاغوت سیاسی میبینیم فرعونهای زمان، هامانهای زمان، شداد ابن عادهای زمان رو به میدان میاره، تهدید میکنن، تحریم میکنن، گزینه نظامی و نظامی و حمله رو میارن، رو میکنن و تا میتونن در تنگنا قرار میدن. که از ببین دعوا سر آرمانه، دعوا سر دو تا بالا پایین شدن نمیدونم هسته‌ای و موشکی و اینها نیست. اصلا میگید شما روی این آرمان، از این آرمان باید برگردی. خداوند رحمان هم میگه اینا انقدر دشمنی میکنن تا شما از ایمانتون دست بردارید، وگرنه دشمنی اونها با شما دشمنی با ایمانتون، آرمانتون، عرفانتون، قرآنتون، امام زمانتونه. چرا میخواید رهرو راه خدا بشید؟ چرا برده ما نمیشید؟ چرا برده شیطان نمیشید؟ همون دعوا اینه. خدمتتون عارضم عزیز دلم که تمام دعوا اینه، ربط ما با ساحت نبوت، ولایت و امامت برقرار نشه، ما رهرو راه صراط مستقیم حق نشیم. بعد حالا یه بار طاغوت سیاسی میاد برسه، یه بار طاغوت‌های اقتصادی میان برسه، یه بار طاغوت‌های اجتماعی میان برسه. که در حکومت دینی حضرت موسی کلیم الله ما یه مرتبه یه شخصیتی به نام سامری رو میبینیم طلایه‌دار فتنه انگیزی اجتماعی میشه. طاغوت، قدرت طغیانگر اجتماعی با پشتوانه‌های رسانه‌ای و هنری و صنعتی. ببینید نماد زر و زور و تزویر، زر و زور و تزویر. نماد زر میشه قارون، زور میشه فرعون،
تزویر میشه سامری. با فریب اجتماعی میاد، از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، از رسانه‌های اجتماعی، فضاهای اجتماعی، فضای مجازی استفاده میشه، از رسانه استفاده میشه، از هنر استفاده میشه، از صنعت استفاده میشه تا مردم رو دچار یک فریبی بکنن، ارتباطشون رو با رهبر دینی و رهبر الهی خودشون قطع بکنن. خب شما ببینید حضرت موسی کلیم الله فراخوان میشه به کوه طور، وعده 30 روزه است، اما خداوند رحمان چون میخواد جامعه دینی رو امتحان بکنه، جوهره دینی و ایمانی اونها رو بسنجه، این وعده رو 10 روز تمدید میکنه در حالی که مردم نمیدونن. همون 10 روز فتنه‌گران اجتماعی مثل سامری وارد میشن. سامری شخصیت کمی نبوده، از عالمان و دانشمندان امت موسوی بوده، از اولین ایمان آوران، از کسانی بوده که ربط رو برقرار کرده اما ربط رو حفاظت و حراست نکرده. میگه وقتی که جبرائیل امین به اذن الله اومد دریای خروشان نیل شکافته شد، جبرائیل رهنما بود، حضرت موسی کلیم الله دنبال حضرت جبرائیل حرکت میکرد. میگه نفر دوم سامری بود. این ریزش ها رو که این ربط رو برقرار کرده اما عاقبت به خیر باز نمیشه، تا انتها این عهد و پیمانش رو به سر نمیاره. چرا؟ میگه که شیطان اومد در گوش او گفت پیامبر الهی موسی جا خالی کرده، قرار بود 30 روزه برگرده، برنگشت. 10 روز گذشت، اومد او رو وسوسه کرد، میتونی تو جای رهبر دینی بشینی اما باید چیز عجیب و غریبی نشون بدی. خب هنر داشتن، صنعت داشتن، رسانه داشتن. میگه از مردم خواست طلاهاتون رو بیارید، چون اینها هم زمینه داشتن، میگفتن که ما خدایی رو اگر ببینیم خدای خودمون رو خیلی بهتره. گاهی هم از حضرت موسی میخواستن، میگفتن که خدا رو به ما نشون بده، ما خدایی رو میخوایم که ببینیم با چشم ظاهر. گفت اون تمناتون رو من برآورده میکنم. موسی فراری شد، دیگه نمیاد، از این به بعد من رهبر شما هستم و من خدای موسی رو، خدایی که پرستش میکردید، اون خدایی که از طریق حضرت موسی پرستش میکردید، اونو میارم به چشمتون، میارم، طلاهاتون رو بیارید. طلا رو گرفت، یک گوساله‌ای ساختن خدا داره دستش، یک گوساله طلایی که لهو خوار، این حرکت داشت، صدا داشت، سمعی بود، بصری بود، رسانه بود. که بعد وقتی که این گوساله رو دیدن راه میره، صدا داره، در حقیقت صدا از او میاد، بعد قدرت راه رفتن داره، گفت این خدای شماست. اینها به پرستش گوساله. یه مرتبه 10 روز گذشت، 70,000 نفر از امت موسوی از خدا پرستی رسیدن به گوساله پرستی که پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر امتی یک سامری داره، یک گوساله‌ای داره. بعد اولیا و عرفای ما میگن گوساله پرستی آخرالزمانی رسانه پرستی. چون امروز این جامعه جهانی داره به واسطه رسانه تشکیل میشه و شده، و اینکه یک دهکده جهانی تعبیر میکنن فقط به واسطه ارتباطات است و ارتباطات هم تنها مسیرش همین رسانه است، رسانه های خصوصا حالا دیگه مجازی. اگر رسانه داعیاً الله باشه، ما به اون رسانه دل بسپریم، به خدا دل سپردیم و خدا رو داریم پرستش میکنیم. اما رسانه اگر دعوت نفسانی باشه، دعوت شیطانی باشه، دعوت تحت سیطره امپراتوری رسانه شیطانی عالم باشه، اون در حقیقت پرستش شیطانه. سجده ما پای محراب شیشه‌ای است که شیطان صفتان عالم دارن دعوت میکنن. دعوت به لذت حرامه، به شهوت حرام، به ثروت حرام، به قدرت حرامه، به آنچه که انسان رو از خدا دور میکنه. اینه که امام جواد علیه السلام میگه اگه شما به کسی گوش دادی، او داره دعوت به خدا میکنه، تو داری خدا پرستی میکنی. اما اگر داره دعوت به سمت غیر خدا میکنه، تو دچار شرک شدی و داری غیر خدا رو میپرستی، شیطان رو میپرستی، دنیا رو میپرستی، هوا رو میپرستی. پس ما در آرایش، در یک جنگ رسانه‌ای، جنگ بی امان رسانه‌ای که از نظر عده و عده خیلی ظالمانه است این چینش و آرایش. ما در کمترین تجهیزات هستیم، اونها در بالاترین تجهیزات. اما بدونیم
این رسانه الهی و رحمانی ما که داعیاً الله، دعوت به سمت خدا داره، این در حقیقت داره رسالت پیامبرانه انجام میده. تمام مجاهدان رسانه‌ای ما، از کارشناسانمون، از مجریانمون، از تهیه کنندگانمون، کارگردانانمون، مدیرانمون در رسانه ملی، اگه نیتشون لله باشه، این یک رسالت عظیم پیامبرانه و موسیگونه رو دارن انجام میدن. یکی از علما میفرمود امروز به واسطه فضای مجازی یک شبه میشه راه 100 ساله رو طی کرد، چه در فضائل چه در رذائل. یعنی یک رسانه میتونه واقعا عده‌ای رو کاملا منحرف با کنه، سرعت، با سبقت، و چه بسا شخصی بخواد کار علمی کنه، کار مفید، کار خدمت، به جای اینکه بره 100 تا کشور و اون کتاب رو پیدا کنه مثل قدیم، با یه سرچ خیلی مختصر، جستجوی آنلاین، یا باید ساعتها، روزها، ماهها سفر میکرد تا محضر یک عالم ربانی دین برسه و از او رهنمون. خیلی ممنون، خیلی متشکر. فضای برنامه رو یک کمی لطیف کنیم. آوای مهدوی رو آماده کردن برامون، نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو بر زبانمون جاری کنیم. یه سلامی عرض کنیم محضر آقا: السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای اختر و نور سحر. دوست دارم یکم بیشتر راجع به این فتنه اجتماعی صحبت کنید برامون. ببین، ما فتنه‌گران سیاسی و طاغوت‌های سیاسی رو داریم که فرعون‌ها و هامان‌های زمان هستن. اون میشه شخصیت‌هایی مثل ترامپ. اینا فرعون‌های زمانن. اصلا سر میبارن. اصلا اینا در ستیز کامل با ولی خدا، نبی خدا و دین خدا، کتاب خدا هستن و شمشیر رو هم از رو بستن. نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جنایت میکنه. ویژگیشون هم اینه، در سوره فجر بیان شد 2 ویژگی دارن فرعون‌های زمان: الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. به کشور خودشون کفایت نمیکنن، تمام کشورهای عالم رو میخوان، تمام ثروتش رو، تمام قدرتش رو، همه رو میخوان رعیت خودشون بکنن. اینی که میگه من کت خدا هستم دیگه، میگه دهکده جهانی کت خدا میخواد، من کت خدا هستم، شما رعیتی، هر چی من میگم باید. الذین تقوا فی البلاد، در تمام سرزمین ها طغیان میکنن، فاکثروا فیها الفساد، فساد رو، نسل کشی رو، قتل رو، غارت رو، جنایت رو، چپاول اموال رو از حد میگذرونن. اینا 2 ویژگی فرعون های زمانه که ما در چهره استکبار جهانی و نظام سلطه جهانی، آمریکا، ایالات متحده آمریکا و تمام همپیمانانش، اسرائیل، انگلیس، اروپا میبینیم. اینها در ستیز کامل با قرآن و اسلام و امت اسلام هست. اینا میشن فرعون های زمان. یکی طاغوت‌های، اینا شدن طاغوت‌های سیاسی، طاغوت‌های اقتصادی که همون قارون صفتان جامعه هستن که از درون میخوان اقتصاد جامعه رو، شریان اقتصادی جامعه رو در دست بگیرن و این گونه ربط جامعه رو با ولی خدا، نبی خدا قطع بکنن، دست ولایت نبی خدا رو کوتاه بکنن. و سوم طاغوت اجتماعی که ما طاغوت هنری رسانه‌ای هم میتونیم اسمشو بذاریم. از همه امکانات استفاده مون تا یک فتنه‌ای رو در متن جامعه و اجتماع اینها سامان بدن که رابطه مردم با رهبر الهی و رحمانیشون قطع بشه. رهبری که داره ففروا الی الله، فراری میده اینها رو به سمت خدا. خب شما ببینید که گوساله طلایی که راه میره صدا داره. حضرت موسی کلیم الله هنوز در کوه توره، از طریق جبرائیل بهش الهام شد در نبود تو 70,000 نفر از امتت از خداپرستی رسیدن به گوساله پرستی. دور گوساله همینطور دایره در دایره سجده میکنن، پرستش میکنن گوساله رو. خیلی متعجب شد و خیلی نگران شد حضرت موسی کلیم الله. گفت چگونه؟ گفتن با فتنه‌گری سامری که یه شخصیتی بود، مورد احترام بود، مورد اکرام بود، یک شخصیتی در جامعه توحیدی بود. پرسید ابزار کارش کنه یه گوساله طلایی که صدا داره، راه میره. اون صدا و راه رفتن رو کی به این گوساله داد؟ خطاب اومد از جانب خداوند، ما دادیم، ما این قدرت رو بهش دادیم.
حالا اونجا داره من اثر رسول، حالا یه بحث تفسیری است که وقتی جبرائیل طلایه‌دار شد، دریای خروشان نیل کنار رفت و خطاب اومد جای پای جبرائیل بگذارید. حضرت موسی کلیم نفر دوم سامری انقدر مقام دینی و عرفانی داشته که جبرائیل رو میدیده، میگه من میتونسته جاپای او رو ببینه، میگه از اثر رسول. حالا بعضی از مفسران طبق بعضی از روایات گفتن از خاک پای جبرائیل برداشته بود، میدونست این یک خصوصیت ویژه‌ای داره. خداوند میگه که این خاک رو زد به اون گوساله، این گوساله داره صدا شد، داره حرکت شد. بعد حضرت موسی کلیم الله براش تعجبه، میگه خدایا چرا این اثر رو دادی به این خاک که این گونه بشه؟ میگه ما خودمون اراده کردیم برای امتحان دایه‌داران ایمان. هممون امتحان میشیم، فقط شعار ایمان کفایت نمیکنه، خدا امتحان میکنه. خب اینا دیدن که به هر حال یک جریانی با رسانه، با هنر اومده دایه‌دار شد. حضرت موسی کلیم الله برگشت، میگه اول خطاب و عتاب کرد به حضرت هارون جانشین خودش که این جای امام جامعه بود. گفت چرا جلوی اینها رو نگرفتی؟ گفت من ترسیدم یک تفرقه و یک آشفتگی بسیار بزرگی ایجاد بشه، فقط نگه داشتم من مؤمنان رو، جامعه توحیدی مؤمنانه رو نگه داشتم از هم نپاشه، اما اینها همینطور هزار در هزار پیوستن به این فتنه اجتماعی. فریب داد، اغفال کرد، دروغ گفت این خدای شماست. همون کاری که شیطان میکنه، شیاطین، رسانه‌های شیطانی میکنن، حق و ناحق رو قاطی میکنن. بعد میگه که حضرت موسی کلیم الله فراخوان کرد هر کس مؤمن به خدا و دین خدا و نبی خداست بیاد طرف ما. یک آرایشی در متن جامعه، یک جنگ و ستیزی بین نیروهای موحد پا به رکاب دارای استقامت با این نیروهایی که شدن گوساله پرست، یک جنگ درون حکم و فرمان خداوند رحمان. اینها ثبات قدم نشون دادن در معیت و ربط با نبی خدا. دوباره جامعه توحیدی و حکومت دینی تونست این فتنه اجتماعی رو رد بکنه. فتنه خیلی سنگینی بود. میگه سامری رو دستگیر کردن، آوردن پیش حضرت موسی کلیم الله. بعد حکم الهی این بود، همه میگفتن که این سامری خب مفسد فی الارض شده، 70,000 نفر رو اغفال کرده در یک فتنه اجتماعی، باید حکم قتلش صادر بشه. از جانب خداوند خطاب اومد نه، لا مساس، این حکم اوست و مجازات او، لا مساس. یعنی چی؟ یعنی این که تماس او با اجتماع باید قطع بشه. خب این برای اون از اعدام سخت تره. برای فتنه‌گران اجتماعی طرد اجتماعی، چون اومدن از موقعیت اجتماعیشون، محبوبیت اجتماعیشون استفاده شیطانی و نفسانی کردن، رابطهشون با مردم قطع بشه، نه اونها بتونن با مردم ارتباط داشته باشن نه مردم با اینها. چون چه بسا قتلشون باعث یک آشوب اجتماعی دیگه میشه، یک سری از کدورت‌ها و اینها باقی مون. خطاب من لا مساس، یعنی طرد اجتماعی. سردمداران فتنه اجتماعی که با قدرت نمایی‌های رسانه‌های اجتماعی میان نظم و انضباط جامعه دینی رو به هم میریزن و جامعه رو در مسیر خواست شیاطین پیش میبرن، اینها باید طرد اجتماعی بشن بدون تماس با مردم. مجازات فتنه‌گران اجتماعی است. آیات 85 87 و 95 سوره طه یک جنبندی داشته باشیم در این که یکی از فتنه هایی که دستگاه ابلیس ایجاد میکنه برای اینکه ربط مردم عالم با ساحت حجت معصوم زمان حضرت بقیت الله الاعظم برقرار نشه، یا اونهایی که ارتباط دارن این ارتباطشون قطع بشه، میاد از طاغوت هنری، رسانه‌ای و اجتماعی استفاده میکنه. یعنی ما نگاهمون باید این باشه که فضاهای مجازی اجتماعی، اینترنتی، سایبری، ماهواره‌ای، رسانه‌ای، هنری که دارن ایادی شیطان در جامعه انسانی استفاده میکنن در سطح جهانی، اینها تمام هم و غمشون اینه که ربط مردم عالم با ساحت ولی الله الاعظم قطع بشه. اگر با ساحت ولی خدا قطع شد، با ساحت خدا قطع میشه و تمام هم و غمشون اینه برده شیطان بشن، چون که ان شیاطین لا یوحون الی اولیاءهم، شیاطین دارن میچرخونن و به اینها
الهام میکنن، وحی میکنن که چه کار انجام بدن، حتی چگونه فیلم سازی بکنن. شما ببینید 70% در حقیقت سردمداران هالیوود و سرمایه گذاران این امپراتوری رسانه‌ای، اینها به طور رسمی اعلان شیطان پرستی کردن. میره کلیسای شیطان پرستی، روز یک شنبه شیطان رو پرستش میکنه، چون قائل میگه قدرت از دست خداوند رحمان خارج شده، قدرت در دست شیطانه و برد با کسی که با شیطان ببنده، با شیطان معامله بکنه. 70% سرمایه گذاران و سردمداران هالیوود به طور رسمی اعلان شیطان پرستی کردن. پس ببینید تمام گیر و دار توی این عرصه جنگ رسانه‌ای یک عرصه جنگ بین نیروهای شیطانی و نیروهای رحمانی عالمه. بس سردمدار نیروهای رحمانی عالم، طلایه دار، ولی الله الاعظم، حضرت بقیت الله الاعظم، اونها هدف دارن اینجا رو، چون شیطان هدف داره. جنگ اصلی شیطان با حضرت ولی الله الاعظم، حضرت بقیت الله، تمام رهروانش، محبانش، ولایت مدارانشه. بدانیم که الان شیطان داره از طریق فضاهای مجازی داره دین، ایمان، عرفان، اعتقاد به قرآن و امام زمان رو داره در سطح جهانی تار و مار میکنه. و ما در نقطه مقابل در شمار یاران و یاوران حضرت یک رسالت عظیم داریم. رسانه ملی ما که به تعبیر حضرت امام بزرگترین دانشگاه ملی است، یک رسالت عظیم رو داره. فضای جنگ و ستیز بی امانه و اون هم یک ستیز ناجوان مردانه که از نظر عده و عده اصلا قابل مقایسه نیستیم. اینه که با اتحاد، با همدلی، هر برنامه یک سنگره در مقابل دشمنان امام زمان. یک نکته پایانی این که کسانی که قوت ایمانی لازم رو برای حضور در رسانه‌های اجتماعی در خودشون نمی‌بینن، اینها باید تا اطلاع ثانوی فضا رو ترک بکنن. اگه بنیه رو ندارن و میبینن به دام شیطان میافتن، خراب میکنن، به دام معصیت میافتن. آره واقعا خیلی ها مبتلا هستن. خب خیلی ها میان با داعیه‌ای توی فضای مجازی حضور پیدا بکنن. خب ببینید اینجا عرصه‌ایه که ما باید تقوای گریز داشته باشیم تا به اون قوت ایمانی برسیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از بحث بسیار خوب و شیرین حضرت عالی، بحث کاربردیتون. از همراهی مردمم خیلی متشکر و ممنونم. دعا میکنیم خدا رو به وجاهت امام زمان قسم میدیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی مدد. آقا خیلی ممنونم.